در استراتژی نظامی شورای سرتاسری یک تعداد نقاط عملیاتی در ولایات مختلف افغانستان من جمله صفحات شمال تعیین شد. خوست، خوجیغار، خاناباد، قطع از بین بردن پایه‌های برق در سروبی و امثال اهداف از جمله اهداف و نقاط عملیاتی بود که در استراتژی نظامی شورای سرتاسری گنجانده شده بود. به خاطر تطبیق این استراتژی شورای نظار در اوایل سال جاری اجلاس ششم خود به اشتراک مسئولین و قماندانای 13 ولایت صفحات شمال افغانستان دایر ساخت و به این به تصویب رسید که عملیات‌ها بر ضد رژیم کابل در سرتاسر قلمرو شورای نظار مطابق به استراتژی شورای سرتاسری شروع شود. به این منظور مجاهدین شورای نظار با اشتراک تنظیم‌های برادر دیگری که در منطقه وجود داشتند آمادگی خود را برای اجرای یک سلسله عملیات گرفتند. بله هموطنان عزیز، چنانچه ویدیو را دیدین در رابطه با قوم ضد روشنایی و یا به عبارت دیگر پایه برق پران، همیشه ما گپ میزنم، بعد از مدت ها ملت ما به گپ میرسه وقتی که اسناد در مقابلشان قرار گرفت. من 6 سال پیش آمدم به عنوان اولین نفر گفتم که کولابی ها مهاجر هستند و کولابی ها از افغانستان نیستند. بعدها وقتی که کولابی ها خودشان اقرار کردن باز وقت مردم افغانستان پذیرفتند. من طایفه کثیف از اول گفته بودم که اینا پای برق میپرانند، نمیدانم پای برق میپراندن، مسلک از این طایفه است. در گذشته هم چنین کارهایی را میکردن، خب باز هم مردم افغانستان قبول نمیکردن، به نحوی فکر میکردن که چون ما ضد دشمنای افغانستان هستیم ما یگان چیز میگیم و خلاص دیگه ای نیست. بعدها خود از این ویدیوش برآمده در این روزا که ای چی میکرده، پای برق میپرانده. ولی هموطنای عزیز یک داستانی را من میخوام برای شما تعریف کنم. یک آدم بوده، یک آدم زندار، همیشه شو در خو وقتی که خو میکرده شاشه از این نفر میرفتن. هر شو زنش از پیشش پرسان میکنه می تو چرا شوا که خو میکنی شاشت میره؟ میگه وقتی که من خو میکنم شیطان میایه و مرا میبره تشناب بازی میده و من شاشه که در تشناب میکنم فکر میکنم در چیز در خانه کردیم و شاشه میره. خب زنش میگه می شیطان تو را چرا غیر دمی شاشه کردن بازی میده؟ خود تو را بگیره ببره یک جای پیسه چیزی بر کمایی بکنی و پیسه چیزی بر ما بیاری. خواهی میگه که این دفعه اگر شیطان آمد برش بگو که همیشه تو مرا در شاشه کردن بازی میدی، یک دفعه مرا ببر در یک جایی که من بتانم طلا و پیسه به دست بیارم. خب این نفر قبول میکنه شو که وقتی که خو میکنه شیطان میگه که تشناب ببره بازی را بازی بده. ایرا چی میکنن؟ برش میگه که همیشه شیطان تو غیر مرا بازی میتی، من شو در خو شاشه میره صبح میخیزم کل جای زنم مرا بیاب میکنن. خب مرا یک جای ببر که من پیسه یا چیزی کمایی بکنم. خواهی شیطان هم میگه خود صحیح خیمت را میبرم یک جایی که پیسه کمایی بکنی، پیسه خانه یک پیسه دارم میشه. خلاصه میرن ایر شیطان میبره در خانه یک آدم پیسه داری، میره سر دخل و پیسا و طلاها را میگیره در یک خلطه میکنه. یک وقت صاحب خانه بیدار میشه. وقتی که صاحب خانه بیدار میشه اینا را میدوانه. شیطان زود که در سر در دیوال بالا میشه و این نفر تا در سر دیوال بالا شود نصف تنش در بالای دیوال بوده، یک پایش صاحب خانه میگیره. وقتی که یک پای از زیر صاحب خانه میگیره و ایره کش میکنه، شیطان میگه که الا پای مرا گرفت من چی کنم؟ میگه تلاش کو میبرای باز بالاخره برش میگه که خیگوی تا سرش بکن. این نفر ما از شما معذرت میخوایم گوش سر شیطان سر صاحب خانه میکنه. وقتی که میکنه صوبکی از خواب بیدار میشه، نه تنها که شاشه شکده بلکه گوی خودم کده. این حال جناب یونس قانونی را ویدیوش برآمده که این میگه که شورای نظار و امثال همشان در حساب پلچک پرانی و یا پای برق پرانی آمده یک ویدیوی در این رابطه داده که مثل اونمون نه تنها که شاشهش رفته حال گویش هم رفتن. ما میخوایم ایره
به نمایش بانیم که چه رقمی آدم گویش رفته. یعنی نه تنها که شاشه خود در ویدیو کرده بود، بلکه این دفعه گوی خودم کرده. این حال ما شروع میکنیم از اول. خب این یونس غیر قانونی را من ویدیوش برای شما میمانم، ویدیوش ببینیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان گرامی، چنانچه شاهد هستین در این اواخر یک کلیپ صوتی مربوط به ما در صفحات مجازی دست به دست میشه. خب هموطنان عزیز، این قوم آنقدر کثیف است که ویدیوی صوتی را تا ویدیوی تصویری نمیتونه تشخیص بده. خب ما امو ویدیو را میمانیم که آیا امو ویدیو صوتی بوده یا تصویری بوده. در استراتژی نظامی شورای سرتاسری این ویدیو یونس قانونی است. ما از اینجا به یونس قانونی میگم اینجا تصویر تو است. وقتی که تو در ویدیو داری گپ میزنی و ویدیوی تو هست، ویدیوی تو گرفته میشه، او ویدیوی تصویری میباشه یا کلیپ تصویری. وقتی که تو گپ بزنی و فقط صدایت باشه، تصویرت نباشه، اون وقت میشه کلیپ چی؟ کلیپ صوتی. شما قوم غول عقب مانده تن فکر از این کده نمیتونین که کلیپ صوتی چی است یا کلیپ تصویری چی است. این قوم اینا عقب مانده است که رهبرشان صوتی و تا تصویری را چی میکنه؟ تشخیص داده نمیتونه. خب این حال ادامه میتیم. یک بدی بود که کده. پیش میریم هموطنان عزیز. تعدادی از هموطنان ما بنا به هر علت و دلیلی چنان ذوق زده و هیجانی این کلیپ را دست به دست می سازند که گویی به کدام کشف بزرگی دست پیدا کردند که تا حال به او دسترسی نداشتند. خب این بدبخت دیگه باز هم به تکرار میگم مردم چنان کلیپ را دست به دست میکنن که گویا این یک چیز جدیدی است، یک کشف بزرگ جدیدی است که تا بال خبر ندارن. مردم افغانستان سالها خبر داشتن که شما قوم پای پران هستین، ولی ایره که خودت از دهان گندیدت ابراز کرده، اون وقت مردم بیشتر فهمیدن که بله اینمی 100% کار از این قوم کثیف بوده. و این برای مردم چیز جدید نیست. مردم خاطره ها دارن از این که شما پایه های برق انفجار بده و یا این کار بکو و یا او کار دیگر بکو. مردم خاطره ها دارن از این. باز هم ادامه میتیم دوستای عزیز. شورای سرتاسری قماندانان افغانستان تشکیل شد و این شورا مطابق به یک استراتژی جدید طرح و برنامه خود را روی دست گرفتن که ما از آدرس کمیته سیاسی شورای سرتاسری قماندانا با عنوان سخنگوی این شورا این استراتژی را با رسانه ها و مطبوعات شریک ساختم. بله، این قوم کثیف در گذشته یک شورای را جور کرده بودن و او شورا یک سخنگو داشت. یعنی تمام مجاهدین سر تا سر افغانستان یک شورای کلان را جور کرده بودن که اونا رهبری و برنامه ریزی میکردن و این کثافت سخنگوی از او جبهه بود، یعنی از این شورا بود. یعنی این قوم کثیف با افتخار میامدن در رسانه ها که برنامه ما چی است؟ برنامه ما پل و پلچک و پایه های برق پراندن است. یعنی با افتخاری را میامدن برای مردم چی میکردن؟ بازگو میکردن که ما افتخار میکنیم به این که اما تو کتا میشش که پایه های برق میپرانیم و فلان بستان. یعنی مردم او زمان، مردم زمان گذشته افغانستان بر از اینا سوال نمیکردن که او برادر چرا پایه های برق میپرانی. مردم او زمان فکر کنم یک ذره از نگاه عقلی یک ذره متفاوت تر بودن. بچه اینا چطور تانسته بودن مردم خر بسازن که با وجود از این که در رسانه بیان بگوین که ما پایه ها را میپرانیم، مردم هم اینا را کار نگیرن. بسیار بر ما جالب است که چطور مردم نخیستن در مقابلشان. خب باز هم دوستای عزیز پیش میریم که اینا چرا پایه های برق انفجار میدادن. بیاین یک دفعه بریم پیش. شد در صورتی که رژیم متوسل به خشونت شود، ماشین جنگی رژیم در کابل باید زیر فشار قرار بگیره و فلج شود. راهش، یکی از راهاش این بود که برق بالای کابل قطع شود. در او صورت است که یک فشار جدی بالای رژیم با وجود می آید.
بله هموطنای عزیز، وقتی که دولت میامد این مجاهدین میکوبید، اینا به خاطر که فشار علیه دولت بیارن پایه های برق انفجار میدادن. اینا امی پایه های برقی که انفجار میدادن، امی کابل چند میلیون نفوس داره، چند میلیون نفوس داره. آلو پایه های برق که انفجار میدادین، این برق به سر مردم میخواستین فشار بیارین یا سر دولت؟ اگر میخواستین سر دولت بیارین، خب یک چیزی را برای ما بازگو میکنه که شما پایه های برق انفجار میدادین تایی که سر مردم افغانستان فشار بیارین، سر بالخصوص مردم کابل و دولت افغانستان. یعنی چون دولت از مردم بود و مردم از دولت باشه، دولت هم یک احساس دیگه داشته باشه که والا این رقم گپ شده او رقم گپ شده. و از این من جمله چیزای دیگه، این کثافت ها بسیاری کارهای دیگر هم میکردن غیر از پایه پراندن. ای که برق کابل بگیرن قطع بکنن و مردم بیچاره و بیگناه را بی برق بکنن، ضد روشنایی هستن. این چیزا چند میلیون نفوس افغانستان هم میامدن بی برق میکردن که در صورتی که نیروهای امنیتی برشان حمله کرده و اینا را جزا داده. خب به هر حال هموطنای عزیز، بیاین یک ویدیو دیگر میشنویم. قابل دقت است که بسیار سر و صدا کردن که ما تازه کشف کردیم که پایه های برق را کیها قطع میکنن، کیها از بین میبرن. میخوام بسیار به سادگی توضیح بدم که اگر شما امروز پس از 31 سال در مورد عملیات قطع برق به قضاوت بشینین، بدون تردید دیدگاه متفاوت است، قضاوت ها متفاوت است. اما اگر شما 31 سال قبل از امروز همون زمانه و همون زمینه را جنگ نابرابر بین مجاهدین و یک رژیم تا دندان مسلح را مد نظر بگیرین که رژیم با استفاده از طیارات بمافکن سو، با استفاده از راکت های استراتژیک اسکات، با استفاده از پیاده نظام، توپ، تانک و غیره در برابر مجاهدین در اولین عملیات واکنش نشان میدادند، مجاهدین با عنوان یک ابزار تکتیکی نه عملیات انتحاری و خودکش را در پایتخت مد نظر گرفتند، نه کشتار دست جمعی را به عنوان یک راه حل تصور کردند، نه عملیات تروریستی و بمبگذاری و مینگذاری کنار جاده را به حیث یک تکتیک گزیدند. برعکس ساده ترین کاری که میتونست که در او هیچ نوع تلفات ملکی مد نظر نبوده باشه قطع برق بود که بازم به تکرار میگم که خوشبختانه. بله هموطنان عزیز، ما برگردیم به 31 سال قبل در دوران جهاد اینا. در او زمان وقتی که اینا به جای حمله میکردن، حکومت که از زمین هوا اینا را میزدن، مورد هدف قرار میدادن و این مسکینکا دویده کده میرفتن پایه های برق انفجار بده. خائنی جب برای یونس غیر قانونی باید گفته شود. مردم ای را نمیبینن که توی بی پدر در کدام شرایط بودی، شما بی پدرها در کدام شرایط بودین. مردم ای را میبینن که شما مردگوان تاریخ چرا جنگ میکردین در برابر دولت، چرا در برابر دولت افغانستان باید جنگ کنین، چرا، دلیلش چی بود؟ و جنگ میکردین مثل مرد جنگ میکردین. اون طالب بود، نه طالب. در 20 سال که حکومت کرزی هم زد، که حکومت اشرف غنی بابا هم زد، که 42 کشور هم زد، کدام پایه را انفجار دادن؟ کدام چیزی را میتونین برای ما اثبات بکنین که امارات اسلامی رفته فلانی پایه برق انفجار داده، فلانی پایه برق انفجار داده؟ این را میتونین برای ما کدام جای پیدا بکنین در حساب تاریخ؟ اونا هم جنگشان نابرابر بود و نابرابرتر از او. شما که دولت افغانستان می جنگیدین، امارات اسلامی که 42 کشور می جنگید. این جنگ نابرابر نبود که یک کشور اول قدرت به نام آمریکا می جنگید، که یک کشور اول قدرت به نام آمریکا می جنگید، ولی نمی آمد برق مردم بیگناه را چی بکنه؟ قطع بکنه. مثل شما بی پدرها بگی که دولت موشک داره فلان داره، بگی ترقه کده ای پایه های برق بپران. اینال یک سوال دیگه هم وطنای عزیز اینجا خلق میشه. ای برای مردم افغانستان یک سوال است که چرا همیشه در سمت شمال پایه پرانده میشه؟
اینمیال هم جنگ جبهه مقاومت که اید امارات اسلامی نابرابر است، اینمیال هم پایه میپرانین مثل گذشته. امی پایه های برق که انفجار میداد، اینمی کار شما قوم کثیف نبود. بارها و بارها یکیتان به نام ماموتی سالنگ در برابر اشرف غنی بابا میامدین پایه میپراندین و بعد از او باز هم پایه پرانتان گیر شد که از قریه پنپشک کولابی بود که باز هم پایه میپراندین. ای داستان شی است. حال هم اینمی استراتژیکی نمیدان فلانتان ادامه میتین. خب دوستای عزیز، بیاین باز هم پیش میریم، یک ذره پیشتر میریم. رئیس کمیته سیاسی استراتژی شورای سرتاسری را توضیح دادیم. ایش استراتژی شورای نظار افغانستان نبود، بلکه استراتژی شورای سرتاسری بود و در عین حال سروبی و این مناطق جز قلمرو شورای نظار نبود. اگر شورای نظار با این فکر قطع برق و اینا می بود، در قلمرو شورای نظار چه در شمال کابل چه در جغرافیای شمال افغانستان به هزارها پایه های برق و غیره وجود داشت که می تانست از این استفاده بکنه که خوشبختانه هیچگاهی در برابر این نوع اقدام ها و اینا شورای نظار تمکین نکرد و با او متوسل نشد. بله جناب یونس غیر قانونی بی پدر، بخشش باشه من بی پدر میگم، این آدم میگه شورای نظاری کار نکده. شورای نظاری کار نکده. شما یک دانه ویدیو رو نشان بتین برای من که گلبودین حکمتیار پایه پرانده باشه، حقانی پایه پرانده باشه. افغانستان 34 ولایت داره و 4 سمت داره، شمال، جنوب، شرق، غرب. شما دمی 40 سال ملت افغانستان، دمی 40 سال جنگ های متواتر افغانستان کجا پایه پرانده شدن؟ هر وقت که پایه پرانده شده کجا بوده؟ در سمت شمال بوده. کجا بوده؟ سالنگ بوده. کجا بوده؟ نمیدانم فلانی جای. اینمی سالنگ مرکز پایه پرانی بوده. وقتی که میگه شورای نظار پایه نپرانده، اینی سوال برای من جواب بده که در سمت شمال غیر از شورای نظار چه کسی فعال است؟ در سالنگ غیر از دست شورای نسوار بی پدر چه کسی حاکم است؟ ملت افغانستان خر نیستن. 40 سال است پایه پرانده میشه و او پایه ها که پرانده میشه نه در قندار است، نه در هلمند است، نه در سروبی است، نه در ننگرهار است، نه در فلان، نه بستان. مستقیما تمامش در سمت شمال است و سالنگ است. حکومت اشرف غنی بابا یادتان است هفته یک تا پایه پرانده میشد. در کجا؟ در سالنگ. در حکومت امارات اسلامی پایه پرانده میشه. در کجا؟ در سالنگ. در دوران دکتر صاحب نجیب الله نمیدانم دوزی میشد یا هر چیزی در سالنگ. مثلا کاروانهای تدارکاتی می آمدن که برنج و آرد و روغن برای چیزا برای مردم می آوردن، اونمو را دوزی میشد. کی کردن؟ مردم سالنگ کردن، اینمی کولابیا کردن و هر چقدر پایه که در اون زمان پرانده میشد اینمی بی پدرها میکردن. اینال این ویدیوش هر کسی که نشر کرده ما سپاسگزار هستیم که این ویدیوی بی پدر نشر کرده تا چهره از این مردم افغانستان ببینن. چون ما هر چقدر میگیم مثلا به مدت هاست که من را بازگو میکنم، 6 سال است من میگم که این قوم پایه پران و پلچک پران هستن. شما میگین نه. وقتی که ویدیوش هم میبینین بازو وقت ویدیوش دست به دست میکنین بله اینا قوم پایه پران هستن. خلاصه جناب یونس غیر قانونی نه تنها ای که شبها شاشه خودم میکرد که ویدیو دوم خود ریخ خودم کرد دیگه تمام مرداری خودم کرد و آبرو عزت چیزی که کولابیاسته بردن. خب هموطنای عزیز